توصیفی ایمانی به سوادش که در زمینه 3 حدیث 2 آیاتی که 1400 سال شد که مانند قرطه پتیفون تود میخورد همون روزگاری حضرت عمر علیه. ولی من دست نمیکشم از اون از تبلیغی زردشتیه همچون دینی بگویم دست نمیکشم. من نمیترسم از اون فنک. زردشت نیستی؟ زردشتی نیستم حالا، ولی زردشت پرستم. باری دیگر میگم که اون اوستا قاموس ملت هست. فرزند مسلمان. معذرت الحمدلله مسلمان. نماز میخونیم ولی آشکارا اگر نمیخونم نماز. اگر خیام به نظر بگیریم دو عقیده اینجا بمیرن. اونایی که دانش دینی دارن علما هستن میگن که در منبر هستن میگن که مای گفته حضرت خیام اونا در نظر دارد، مای خونه مسجد در نظر دارد. شما چی فکر دارید؟ من برای نظرم که از بابای رودکی همین 10 عصر تو اگر بگیریم تو تغرل یا شمزین شویم 99 از 99% میشه. سرت صفحه چیده پود بالای گور رفته تمخیزی در باره آیات قرآن و حدیث رسول اکرم یکی 3 آیات یکی رو تصیح نکنه. اگر که تمام یامی دنباله تویشون خب کنم من خب نمیکنم. من گپ میزنم میگم های خوب گوش کن خوب گوش کن. شما برای ما رو بگیم همچون بگیم کلون سولی نه ما دا کلون اینا نه که عقل ندارین راست شبونده میگه علمی ما ای بوده دا بالاتره میگه روات سیاه کنم با این سری سفید اگر من بری خب شیمون میشه اونه که دیر میشه چگونه که فرعون وقتی که در آب غرق شد انا اوجا بعد پشیمون شد توبه کرد بگیم دیگه الله توبهش قبول نکرد خودت هم همچنان ممکن شاید نه که انشاءالله الله توبه قبول نمیکنه. اگر باز ایندا بدن توبه نکنی نزد الله مقصد رجوع نکنی الله مهربون رو ببخشته بعدی که مورد. خب ما برای شما چی گفتنی هستم تو وقتی که نام حضرت عمر رو به زبان میگیری اول بدون بشنوز و شخصیت کیه چیه و چی خدمت های در دین اسلام کرده بعد گبز او روحی بعد نامی او رو بگی. راستی من حیران میشم که چی با این گونه آدم ها را هیچی نمیگن. این گونه آدم هایی که نسبت قرآن نسبت سنت پیامبر گپ میگن زبان درازی میکنن که خب میکنن چی نمیگن شونا حیران میشه. نه و این بدبختی که از برام در هر چی بودیسته من برای خطاب میکنم که خوب بشنو سوال یا کیم بعد درباره و یا گپ زن و بعد نام او رو بگی تو بدبخت که الله هدایت کنه. اگر به هدایت باشی نه که اگر به هدایت نباشی الله خار زایت کنه. بعد بدبخت سرت صفحه چیده کلی خدا داده من بری اخی بعد 5 وقت نماز بخونی و گشتی زردشتی پردشتی گفته قطعی هم دینت فقط بعد در نزد الله چی جواب میگی؟ با میگم مسلمانو مرا جنازه کنین. بعد تر جنازه اگر ایمان نیاری ایسر و این نکنی تر جنازه هم درست نیست خیلی که با میکنن تر جنازه. الله هستم کنم برادر عزیز. من خواستم درباره همین بدبخت دیگه بگم نه که گفتم این گپ ما دعا میکنیم که الله مهربان ما را از این جمله انسان ها الله مهربان نگردونه. خدای مهربان همه ما را هدایت کنه و برای راست برای صراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله.